سلام دوستان، در این ویدیو میخوایم که قانون ساین اثبات بکنیم. خب برای اثبات قانون ساین ما یک مثلث در نظر میگیریم که سه ضلع داشته باشه که ضلع A, B, C و همچنین سه دانه زاویه داخلی که زاویه A از ضلع روبروی A موقعیت داره، زاویه B که از ضلع روبروی B قرار داره و زاویه C از ضلع روبروی C قرار داره. خب برای اثبات قضیه ساین من یک عمود رسم میکنم از ضلع زاویه C که عمود باشه بالای خود ضلع C و از اینجا من در نظر میگیرم از زاویه B من اینجا میگیرم که ساین ای ضلعم نامبرداری میکنم H. اینجا من یک ساین در نظر میگیرم که ساین B مساوی میشود ضلع مقابل برابر که ضلع مقابل H است H بر A. در نتیجه من اینجا H دریافت میکنم. H مساوی میشه بر A ضرب ساین B. A ضرب ساین B و همچنان من از ضلع A یک ساین میگیرم، از این ضلع من یک ساین میگیرم، ساین A مساوی میشه بر ضلع روبرویش که H بر B است H بر B. در نتیجه من اینجا H دریافت میکنم. H مساوی میشه بر B ضرب ساین A. خب حالا من دو دونه H دارم که H را با هم دیگر مساوی قرار میدم. H با H مساوی است. وقتی که H مساوی باشه خیلی من طرف دیگری معادله با هم دیگر مساوی میباشند. پس A ضرب ساین B مساوی میشه با B ضرب ساین A. در نتیجه من اطراف تقسیم A ضرب B میکنم. هر طرف تقسیم A ضرب B طرفم تقسیم A ضرب B میکنم. اینجا A با A خلاص میشه، همچنین B با B خلاص میشه. این من ساین B بر B خلاص نشدن. ساین B بر B مساوی میشه بر ساین A بر A. ساین A بر A. ببینیم که ما نسبت زاویه بر ضلع دو ضلع مثلث موجود دریافت کنیم و همچنین میتونیم که از زاویه B یک عمود رسم کنیم بالای ضلع B. زاویه B یک عمود ما رسم کنیم بالای ضلع B. اینجا عمود باشه. پس از اینجا ما اگر از ضلع C اگر ما یک ساین بگیرم، از ضلع C اگر ما ساین بگیرم میگم ساین C اینجا اگر بنویسم ساین C بزرگ مساوی میشه بر H بر A. ساین C مساوی میشه بر H بر اگر ایرم ما نمیشه ضلعم اگر H بگذارم H بر A و همچنان اگر ضلع A اگر من یک ساین بگیرم ساین ضلع A یا زاویه A مساوی میشه بر H بر C. اگر اینجا ما H دریافت بکنم در نتیجه H مساوی میشه بر A ضرب ساین C و اینجا اگه H دریافت بکنم در نتیجه H مساوی میشه بر C ضرب ساین A. حالا اگر دو طرف معادله را ما مساوی داشتیم میتونیم دو طرف دیگر معادله را ما با هم دیگر مساوی قرار بدیم. A ضرب ساین C مساوی میشه بر C ضرب ساین A. حالا اگر من اطراف تقسیم A ضرب C بکنم، به طرف هم این طرف تقسیم A ضرب C بکنم، هم این طرف تقسیم A ضرب C بکنم، میبینیم که A با A خلاص میشه و C هم با C خلاص میشه. در نتیجه خواهیم داشت
ساین سی بر سی مساوی میشه با ساین ای بر ای. قسمی که میبینیم وقتی که ساین بی بر بی مساوی با ساین ای بر ای بوده باشه و همچنان ساین سی بر سی مساوی با ساین ای بر ای بوده باشه، مطمئنا که ساین سی بر سی مساوی میشه با ساین بی بر. در نتیجه خیلی من نوشته میتونم که ساین ای بر ای مساوی میشه با ساین بی بر بی بی مساوی میشه با ساین سی بر سی. ساین سی بر سی. می‌بینیم که به همین راحتی میتونیم که قانون ساین اثبات